مسابقات جنوب آسیا بین 8 کشور افغانستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا رسما افتتاح گردید. در مراسم افتتاحی این رقابت‌ها شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش، محمد ظاهر اکبر رئیس تربیت بدنی و سپورت کمیته ملی المپیک، سفرای کشورهای مختلف و صدها تن تماشاچیان و علاقه‌مندان به ورزش اشتراک نمودند. مراسم با گذاشتن رژه ورزشکاران کشورهای اشتراک کننده دنبال گردید که در صدر ورزشکاران افغانستان محمود حیدری مدالآور تکواندوی کشور ما با بعد از داشتن بیرق زیبای افغانستان موجودیت فعال ورزشکاران نیرومند کشور خود را به نمایش گذاشت. بعدا انتقال و روشن کردن مشعل توسط پیشکسوتان و قهرمانان کشور بنگلادش صورت گرفت که به تعقیب آن نمایشات زیبا و اکروباتیک که در آن فرهنگ آن کشور نمایانگر بود توجه عام و خاص را لحظه به خود جلب داشت. با آغاز افتتاحیه مسابقات جنوب آسیا، تیم فوتبال افغانستان دروازه بسته دیرینه حریف خود کشور هندوستان را در نیمه اول باز کرد. بازی تا دقایق اخیر با نتیجه 1-0 به نفع افغانستان به پایان رسید. این پیروزی روحیه ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی افغانستان را که در این مسابقات حضور دارند دوچند ساخته و آرزوی پیروزی از این رقابت‌ها را دارند. قابل یادداشت است که رهبری کمیته ملی المپیک در 15 رشته مختلف با 172 ورزشکار برای اولین بار در مسابقات ساوت ایشین گیمز اشتراک می نماید. میرآقا اعتبار، تلویزیون ملی افغانستان، بنگلادش، شهر داکا.